لذا من میخوام که جوان قوی باشد، جوان احساس ضعف نکنه در وجود خودش. تو میتوانید قوی باشید اگر بخواهید قوی باشید، اگر اراده داشته باشید. تو میتوانید کارهای خانه را انجام بدهید، تو میتوانید سرپرست خانواده باشید، تو میتوانید یک پدر خوب باشید در آینده، تو میتوانید یک برادر خوب باشید برای همشیره‌ات، برای برادرای خودت، تو میتوانید یک فرزندی برای پدر و مادر، یک فرزندی خوب باشید، تو میتوانید یک دکاندار خوب باشید، تو میتوانید یک تاجر بسیار موفق باشید، تو میتوانید کسی باشید که در آینده از مال و سرمایت یک دنیا استفاده بکند. تو میتوانید که از مال و اقتصاد تو، از دارایی تو بسیاری استفاده بکنن، مدارس، یتیمها، بیوه‌ها، مساکین. تو میتوانید جوان. این اراده اگر در تو باشه، تو قوی هستید. چرا در یک گوشه نشستید؟ من نمیتوانم، ولی هر جا رفتم، هر دروازه را که زدم نشد. این نشان شخصیت ضعیف است. نتوانستم، نمیتوانم، هر جا رفتم نشد، تلاش کردم نشد. اینا همه اینا نشانه یک شخصیت ضعیف است. معلوم میشود که تو ضعیف هستی، معلوم میشود او قوتی که باید داشته باشی نداری در وجودت. ای میخواهید که یک شخصیت ضعیف باشید؟ من کوچکترین شما را الان اگه بگم تو بسیار ضعیف هستی، بیچاره بدش میاد. مرا گفتم نه ضعیف است، نه وقتی بدت میاد بس قوی باش به معنای واقعی، نشان بده تو میتوانید. توانستن در وجود تو هست. آنچه که الله از تو میخواهد معلوم میشود که تو میتوانید که از تو میخواهد. تو قدرتش را دارید، تو قوتش را دارید. میخواهید محبوب شوید در نزد الله و رسولش. هنگامی که پیش حضرت عمر کسی میامد، اول پرسان که میکرد فلانی از کجا آمدی؟ ما فلانی هستم، از فلان جا تشریف آوردم. بسیار خوب، کارت چیست؟ ولا بیکار هستم. سقط عن عینه. در روایت داریم از چشم حضرت عمر می افتاد، زیاد توجه به عمر نمیکرد. همین که میگفت من بیکار هستم، ولی وقتی میگفت من کار دارم الحمدلله، چوپان هستم، چوپانی، ولی میگفت چوپان هستم، ماشاءالله، آفرین. مقصد کار دارید. بله شما میتوانید یک شخصیت باشید، شما میتوانید کار پیدا بکنید، ولی به کم راضی باش. بخاطر میگوید کراچیوانی به شخصیت من نمیخوره. نه، تو شخصیت بسیار ضعیف است که تو نمیخواهید کراچیوانی کنید. والله تو اگر با کچالو پیاز ایستاد شوید، این نشانه قوت توست. ولی هدفت این نباشد که من اینجا برای پیاز و کچالو میشینم. هدفت این است که من امروز برای خانواده ام باید نان پیدا بکنم و امروز فقط آنچه که برای من ممکن است اینه که یک کراچی داشته باشم، یک بوجی پیاز و یک بوجی کچالو امروز. ولی برای به این فکر نیست که به همین قناعت بکنید. تو قوی هستید، فرداش دکاندار میشید، پس فرداش تاجر میشید. ولی من 99% جوانان را سراغ دارم و خبر دارم. امی الان اگه شما به من بگویید، من به شما نشان میدم. ارتباط من با امر جوانان است که تا الان بیکار ماندن، بیخاصیت شدن، تنبل شدن و در کنج خانه افتادن، پوسیده شدن به این نیت که بله اگر یک روزی من یک تاجر شوم. او فکر میکنه که از آسمان باید بریزه. اگر یک روزی من دکاندار شوم، از یک روزی اگر از یک جای دلار پیدا کنم. با این چیزا تو شخصیت ضعیفی داری. این شخصیتت ضعیف است. اقدام کن، حرکت کن. این که بسیاری از بزرگای ما و شما مستفیده میگه در حرکت برکت است. عیناً یک گپ بسیار معقول و شرعی است که در حرکت برکت است. حرکت کن. آب که ساکت بماند و جای به جای بماند، او آب بالا نمیاد بلکه گاهی اوقات خراب میشه. آب چاره دیدی؟ ولی هر چقدر وقتی از او بیشتر بگیری یا سبحان الله از پایین فواره میزند. آب از پایین فواره میزند. هر چقدر که بیشتر شما از او آب بگیرید. از توانمندی هایت استفاده کن. در کنج خانه پوسیده نشو. اگر پوسیده شدی توانمندی هایت هم پوسیده میشود، قدرتت از بین میرود. جوان آرمانی نباش که در آرمان ها زنده میکنه. گاهی وقت که خواب میبیند که من ایتون اون جوانی خواب دیده بود یک روز من عرض کردم
ما کتاب مطالعه میکردم جوانی خواب میبیند که یک مرغی دارد، مرغ در بغل گرفته است، باز کسی به او میگوید که این مرغ چند میفروشی؟ میگه 60 روپیه. باز میگه که نه ارزان ترش کن. میگه نه آخر تا 50 هم میاد. میگه نه نمیشود. حالا آخر اون نفر میگه 30 روپیه. میگه که نه 30 نمیشود. این مرغ دستشه، این مرغ کلام در بغل گرفته است. بیچاره فقیر جوان همین که بیدار میشود دید که مرغم فروخته نشد، بیدار میشود خواب دیده است، همینطور پس چشماش بسته میکنه میگه بیا با اون 30 روپیه هم بگیر خیر است. اینا میگن جوان آرمانی، تو در آرمانها زندگی میکنید، تو در خیال پلو زندگی میکنید. خیال پلو نباش که شخصیت ضعیف میشوید. بیا بیدار شو، شرایط زندگی رو ببین. تو در خانه بشینید والله زنت هم بدش میاد، هم شیرش هم از تو بدش میاد، پدر و مادرم بدش میاد. ولی وقتی میبیند که این جوان هرچند که چیزی در دست ندارد ولی صبح میره تا بگاه 100 افغانی را خود خانه میاره، 100 افغانی بس کفایت میکند. تو محبوب دلهای تمام خانواده هستی. او میبینن که چقدر خسته و کوفته هستی، او تلاش تو رو میبینن، او زحمت تو رو میبینن، لذا تو محبوب قلبها میشوید. و این برایت یک اعتبار بسیار بزرگ است که تو در خانه ارزش داری، هر چند که 50 افغانی رو شب آوردی. ولی هرچی که لباست هم نو باشد، کاکلت هم برابر باشد، ظاهر صورتت هم برابر باشد، ولی بیکار باشید. فکر نکن که الان دیگه با این قواره دیگه تا مسجد میره و میایی بسیار دیگه بس یک شخصیت هستی. به عرض معذرت این جلسات ما شما برای همی است که چیزا رو ما به شما بگویم. بیا برای همی است که ما خودمان را بشناسیم. خود شناختن الله شناختن است. خود شناختن اگر از خود شناخت داشته باشید والله مشکلاتت حل می شود. تو برای خود یک جایگاه قائل شدی که اوتور نیست. تو برای خود یک ارزش قائل شدی که اوتور نیست. تو برای خودت یک چیزی را تراشیده ای که اوتور نیستی. بان که دیگران در مورد قضاوت بکنن. برو امی شخصیتت را بگو برای دیگر، به یک عالم، به یک نفر مستفید، به یک بزرگوار. من همینطور وصیت دارم، بان نصیحت های او را گوش کن. جوان صحبت های بزرگوار را گوش کن، صحبت های مستفیدا را گوش کن. الله سبحانه و تعالی صحبت زیاد است. الله سبحانه و تعالی